سلام علیکم. علیکم السلام. نازل دودر جان خوب هستی؟ سلامتتون خوبه؟ این عطرای خوشتون چه خیلی نرخوشون؟ گرمش چند سومیه دودر جان؟ گرمش 2 سومون. گرمش 2 سومونه؟ کنی دودر جان اگه خشروش هم دا جدا کنین بوی خشروشه؟ نه که تونفور. تونفور؟ با چه خیلیش هسته؟ کریت آونتوس. کریت آونتوس ها؟ بله. یه هر تجربه با خودش نام داره ها؟ بله. کنی همون این تونفوری گفته که تون خواهی اگه تشده اینم چه خیلی خودی چه داره؟ 5 میلی گرمش 10 سومون. 5 میلی گرم 10 سومون؟ همینه؟ خیلی اینه کنی بیتی؟ این ایدو خیلی او گرفته این از فقط پرفیوم. او باشه ها؟ ای آفرین آفرین قندتون رو بزنید قندتون رو بزنید سلامت باشه برادر سلامت باشه برادر اینه دادر جان ای سلامت باشه بوی شروع باشه در حقیقت بوی شروع رحمت کلام مال представить как اونم نوخی 10 سومون بود 5 سومونش فایده بود 45 سومون فایده اون بقیه‌اش رو ندادی؟ نه اکا کار خوب نکردی فراد که بتش حقی به تو نصیب نمیکنه اکا ای اکا جون یک منوت شما را ممکنه من؟ بله بله لبای چینجه؟ اکا بقیه‌تون رو نگرفتین بقیه ما؟ بله سلامت باشی دودری جان دودر جان من بقیه‌ام رو فراموش نکرده بودم من خواستم بسنجم که تا چی قدر وجدان تو پاک است در حقیقت وجدانی پاک داشته ای تشکر برای والدینت رحمت که تو رو تربیت خوب دادن اکنون دودر جان بگو که خیلی عطرهای قیمت بها داری یعنی که برای تحفه با قوطی هایی که برای تحفه است داری بله دارم عطرهای قیمت بها هم داری بله دارم اکا انا اکنون برای من نشان ده کنی کدام است این ایا اکا هستن فیرمای شیک ترکی 70 سومون 70 سومونی ها بله خب قوطیاش خیلی است تیوش قوطی های تحفه میکنن که اینا کارابکای پدرش دارم اکا جان با پاکت دارم ایدا آفرین آفرین نباشه دودر جان 10 تا از همین 10 تا دیگر از آن قوطی های تحفه میکرده گیر اما دوخی های یعنی که عطرهای قیمت بگیر خوب شده سکا آفرین دودر جان آفرین قوطی های زیبا این مبلغش چند شد 1020 سومون اکا 1020 سومون بله حاضر دودر جان اینا دودر جان 1000 سومون اینا با 20 سومون دیگه رحمت این 20 سومون شکا برای شما تخفیف سلامت باشی دودر سلامت باشی من بعد ما دیگر میزاج تو میشویم فقط پیش تو میبینی رحمت انا اکنون اینها رو گرفتن لازمه اینا مرحمت اکا برای شما خب سلامت باشی دودر اینا اکا ویزیتکای مو ها در اینجا رقم های تلفن تو نام است ها؟ بله است یعنی که بازارشای 32 ها؟ بله خیلی ما بله رحمت کنم دودر سلامت باشی رحمت بختیار جون خیلیت که گفتی ازدت شدودیم بله کار خوب کردی اکه
از 1020 سومن چقدر فایده است از این؟ 300 сомон фоида манда ка. قریب بود که تو فایده 45 سومن مبلغ حرام رو با 300 سومن حلال عوض میکردی. از حکیم پرسیدند فرق بین مال حلال و حرام در چیست؟ حکیم در پاسخ گفت گوسفند رو بینگرید در یک سال همگی یک بار تولید میکند، یعنی که یک یا دو باره میزاید. اما سگ باشد در یک سال 2 بار تولد میکند، از 6 تا 7 تا سگ بچه. فرقیت گوسفند در سگ بچه میدانی در چیست؟ Не ака. گوسفند حلال است و اما سگ بچه حرام. مال حلال هم چنین است، کم است و برکت دارد. مال حرام باشد زیاد است و اما برکت ندارد، حرام است. Рост мегӯем ака. ایا مادر دو چشمت در ره من، تو در فکری پگاه و بیگه من. نمیدانم تو حالا در چه حالی، به دیدارم تو خیلی دلکشالی. تو را من دوست دارم مادر من، تو هستی همچو ماه در سر من. تو زیب خاندانم مادر جان، تو هستی و جهان بر ما گلستان. زی تو دورم پی تحصیل دانش، نهادم پای بر میدان سنجش. که نامت را کنم مشهور عالم، تو از دوری من هرگز مخور. سلام مادر جان، این نامه را من در تنهایی در نزد روشنی شام با یک دل پر از درد و علم برایت نوشتم. مادر جان، خیلی زیاد یادت کردم. میدانی که غریبی چقدر کوه سخت است. مادر جان، از شما و برادرانم و هم از وطن و دوستانم دور بودنم دلم را گرفته است. کودک بودم بیغم بودم، چون که شما مادر جان غمی مرا میخورده و تاها غمم را میخوره. دوره های کودکی سری زانوی تو خواب بودنم یادم آمده، دلم را ریش میکند. از درس که می آمدم صدای دروازه رو می شنیدی، در حال به نزدم می آمدی، از حالم پرسان می شدی. تا به درون خانه پیشوازم می گرفتی، نمی گذاشتی که بر راه بد روم. مادر جان، تو چقدر بزرگ هستی، تو چقدر بزرگ هستی که حتی بیمار می شدی و خود را وانمود نمی کردی که غمگین می شوم. یک شعر شاعر همیشه یادم می آید: جنت که رضای مادران است، در زیر قدم مادران است. مادر جان، چه آرزوهایی که در دل پاک خویش پرورده ای خود میدانی. بالا آفریدگار، کاش همه آن عمل گشت و خلق لحظه زندگی برایت خوشبختی آورد. مادر جان، دل پاک داری که بی‌غرض است، دلی که صاف است و هرگز کینه و عداوت را راه نمی‌دهد. برایت دو اشک است، اشک غم و اشک شادی. اشک غم آن است که دلت را غمخانه می‌گرداند، قسمتت را ضعیف
رویت را پژمرده و اشک شادی آن است که برایت عمر دوباره می بخشد و تمام رنج های کشیدت را محو می سازد. ای مادر، دایما برایت اشک باشد، اشک شادی.